آشنا این بابای قادر انیق به هجری دخترش رو با آسانی نمیگیرد، وقتشون رو زیاد میگیرد، اکای کنون دیر میوید. با جهاز هر دومون بریم با دخترای دوملو از می به حضور چوی در آشنا نشونیدی اکای کنون رو میکشم میگوید. با جه عشق خودش آدم میکشم میفهمی؟ ای شوکت اگر ازمی باز ما رو دستگیر کند آن زمان چیکار میکنی؟ یا خدایا اگر من ایوهان میترسیدم در پاییز سوار نمیشیدم. شوکت خیلی شده است که با پاییز ننشسته ایم. مترو دم نشته؟ هر دوش یک چیز نیستم. یک چیزم ایشم با اوهان سوختگن اوشم. یه بچه چی نگاه داری؟ ای برادر چی نگاه داری؟ با کسی مانند کردی؟ مانند نکردم. اگر کمی دیگر گذرانی تو را با کسی مانند میکنم که خودت را نمیشناسی. چی میگویدین؟ چی گفته ایستاده؟ چی گفتی؟ چی گفته ایستاده؟ جگرونم ای بدبخت هیچ خیلی گپ زنیه. تو در محله ما با بسری ما رو زوری میکنی؟ نگذرانید که هر دویتان را به درون میپرتویم. به درون میپرتون گفته ایسته خانه را در نظر داره. جورا محباس رو گفته ایستاده از این پلیس هست مگر؟ پلیس؟ خیلی افتخاره که در پلیس کار میگیرن. انشالله نیست چون که نم از محباس بر اومده هم سالی بیاکل تو سفسطه نگو من پلیس 1000 متر بیدی میشنسم. پیسرم شما کیم که با ما با اتباعی مکده گپ زده؟ تو برادر کلتکل از شوکت نیستی مگر؟ بله شوکت جانی اصلی هم. اینو مرا یکشو میدونم. فکری ندارم. تو همکار سقراط جنایتکار سمی، شما چخیل یک جای رفیق شدید ها؟ خیر تقدیر ما همین بوده است. تمام برادر. تو اینها رو از کجا میدونی؟ اگند هستی؟ دیگر از کجا دانم؟ پلیسم من. پلیس هستی؟ کمیسر مراد. سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است، این آدم کمیسر بوده است. شما باید میکردید یعنی کمیسر مراد. از شناسایی بسیار خوشحال شدیم جناب. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوشم میکشم. تو گوشگی رو میکشی؟ چی گفته ایستاده یا؟ سمی بدبخت دم تا بگی ما گپ تا دو دیسم یا خدایا حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان. عذر میپرسم رفیق کمیسر، این رفیق من بسیار بچه خوبه. راجش همه خیلی پراتیونیه، نه که درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه اون که نمازش نمیخونه. ای بدبخت اگون چی بگو گپای من تموم شي. یعنی مختصر کرده گویم این برادر جانم گفتنی هست که پلیسان توجی سر ما هستند، نسبت اونو احترامی به اندازه داریم. الان منم همه گپ گفتنی بودم، نه که بدبخت پیش من گفت. از آدم خیانتکار احترام نمیخواهم. کی خیانت کرده؟ ای مردک من اون کس خیانت نکردم. ما این خیلی نکردیم. با کلتکل از خیانت کردی؟ کردم اما خودم ششتم. غیر از این کلتکل از گفتگی آدم هم بیگناه نبود. از پسش گپ زدن خوب نیست اما جنایتکاری وزنی بود. یعنی میگه ای پسش گپ زدن خوب نیست و با بدبخت ای پسش گپ زده است. ای حیوانی بدبخت خیلی بود نبود و برادری من بود. ای پس او گپ نزن که بین. ای رفیق کمیسر از برادری من یگان خبر هست. البته به فکرم که او زنده ام برادر. چخیل زنده هست؟ سوال دادم که زنده است. یعنی زنده است نه مرده است ها؟ آدمی مرده رو باز چی میپرسی؟ مرده است؟ چه بچه؟ شوکت مرده است میگوید. یعنی این رو گفتم میخواد که تا حال جسدش پیدا نشد گو برای همین او رو پرسید. یکی باز مرده است گویه برادرم. مرد نه مرده است برادرم که مرد مرده. درد شوکت بسیار وزین است. حالا هم درد برادر میکشد. عمیق و اغلا زنده است. خدا اگر جانم رو نگیرد یگان روز از یگان جا میبرد انشاءالله. خاموش ایستید. فکری تو را کسی پرسید؟ با شما هیچ به گپ در آمده نمیتواند. میگویم آیسته آیسته صحبت کنیم اما دایم زید میبراید. رفیق کمیسر درباره برادرم یگان خبری شود. من همین جایم. شوکت کرسافچ گوید همه میشناسد. لطفاً مرا خبر دهید میلش. خوب رفته گم شوید. حالا گم شدیم. حالا هم همین جایید؟
اجازت شما باشه ما دفن میشیم کمیسر. خیر روزتون بخیر. انصاف دیوانه بودم. سگ گزنده. شغال ها